خب بچه‌ها اومدیم یکی از فروشگاه‌های اینجا فروشگاه است، ولی تو فروشگاهاشون ماشین هم مثل این که گذاشتن واسه ویو کردن، واسه دیدن. نمیدونم این چه شرکت‌های اومودو و جیکو، دو تا شرکت‌های چینی ان مثل این که واسه ماشین. و یک چیز دیگه که بچه‌ها اینجا ماشین چینی هم خیلی طرفدار داره مثل ایران، یعنی بازار خوبی داره خرید و فروشش. و مردم مثل این که این دوستمون گفتش اینجا ماشین چینی رو ترجیح میدن به خاطر اینکه خیلی ارزونتر و سرویساش خیلی خوبه. خب الان بارونم گرفته، من یه ذره مغزم لودینگه، میدونی چی میگم. بچه به این ماشینا بهتون نشون بدم، ماشینای چینی، ببینید قیمتاش چقدره. با من همراه باشید، بیا بریم تو که بارون شدید شد. بله اونورم حتی ماشینای چینی شرکتایی هستن مثل جتور، هواو و اینجا اومودا و جیکو و چری. فکر کنم تو ایران فقط شرکت چری هست، من اطلاعات کامل ندارم در مورد اون، ولی چری خیلی طرفدار داره. بریم به ماشیناشو بیشتر بهتون نشون بدم و ببینیم قیمتاش چقدره. با من همراه باشید. این اومودا اسمش. از این خانم پرسیدم که مشخصاتش چیه، قیمتش چقدره، که شروع کنم برای ویدیو گرفتن برای شما بچه. خب بریم داخلش رو ببینیم. اول با من همراه باشید، بیاین بریم ببینیم توش چه خبره. درش خیلی نرم باز شد و نمیدونم اگه این ماشین تو ایران هستش این مدلش. بسیار با کیفیت. نمیدونم چی بگم در مورد این ماشین. بذار این صندلیشو بدم عقب، انقدر من قدم بلنده که جا نمیشم اینجا. کامرمن ما ویدیو کامل میگیره و بوی نوعی که داره و دنده اتوماتیک. اینم دکمه عوض کردن مود ماشین. توش مثل مرسدس بنز دیگه تقریبا. اینم اسکرینش، چرم هم هستش، همه چیز فرمونش چرمه، صندلی ها چرم، سانروف پانورامیک و همه چیز عالیه بچه. ولی خدای من فن ماشین چینی نیستم، حتی اگه توش مثل هواپیما باشه، ولی باز اینجا بازارش گرمه، یعنی خرید و فروش زیاد میشه. و قیمت این ماشین بچه یکی از فول ترین ماشینای چینی اومودا. بذارین چک کنم اسم چه اوموداییه دقیقا بهتون بگم. اومودا C5 بچه اسمش. اومودا C5 230 توربو. موتور اینم 1.5 هست، 1.5 توربو بچه. دوربین دنده عقب داره، اینم چراغاش، برف پاکن عقب و بله دیگه، و صندلی‌های چرم. قیمت این ماشین بچه 450,000 رنده، یعنی 1 میلیارد خورده، 1 میلیارد و 800. قیمت این ماشین 0 کیلومتر با 10 سال گارانتی بچه. اینجا 10 سال گارانتی میدن رو ماشیناشون، رو ماشینای چینی این شرکت ها، که بتونن رقابت کنن با ماشینای آلمانی و انگلیسی و ژاپنی. این ماشین 10 سال گارانتی داره موتورش، تو 1 میلیون کیلومتر کاور میده. یعنی اگه چیزی بشه با موتورش خراب بشه، همه رو کاور میدن براتون، درست میکنن. و اینم یه چیزیه که مردم رو پوش کنه که بیان ماشین چینی بخرن و سمت آلمانی و ژاپنی نرن. ولی باز به نظر من باشم باز میام سمت ژاپنی و آلمانی، نه ماشین چینی. اینم یه مدل C5 بود بچه. بریم تو ببینیم دیگه چه مدلایی دارم. Cameraman can I have my glasses؟ بچه من عینک هم بزنم اینجا.
اینجا نورانیه. بریم تو، بچه ما همراه باشید. اینم همونی که بهتون گفتم، 10 سال گارانتی، 1,000,000 کیلومتر گارانتی داره که یعنی اگه موتورش چیزی بشه همه رو میدن. تو 1,000,000 کیلومتر 10 سال. اینم یه مدل دیگه است از جیکو، اسمش هم مثل این که What is the name of this car? J7 نه؟ آره بچه اسم این ماشین J7 هستش. بشینیم توش. سیستم صوتی سونی داره. حالا نمیدونم واقعی الکیه داستانش چیه، ولی سیستم صوتی صد سونی. و توش هم بچه دقیقا مثل رنج روور ایووکه. یه اسکرین بزرگ داره اینجا. دکمه استارتش کجاست؟ بذاریم پیدا کنم. بچه نمیدونم دکمه استارتش کجاست. نمیدونم دقیقاً دکمه استارتش کجا گذاشتن توی ماشین. رو سقفش گذاشتن مثل اینکه. پیدا نکردم دکمه استارتش رو که بزنم این اسکریناش روشن بشه. ولی تقریبا شبیه رنج روور ایووک درست کردن همه چیشو. اینم اسکرین تسلایی به قول خودمون. اینم پشت آمپر، فرمون چرم، صندلیا، سانروف پانورامیک و اینم عقبش یه خیلی بزرگ و عالی. قیمت این ماشین گرونتر از اون یکی است بچه. قیمت ماشین بچه 600,000 رند هستش. به پول ایران میشه 3,600,000,000 بچه تقریبا. من هرگز نمیام همچین پولی واسه همچین ماشینایی بدم، ماشین چینی هرگز. اونم وقتی اومدم تو این کشور حتما میرم سراغ ماشینای آلمانی و ژاپنی. اینم که استیکری که زدن اینجا 10 سال گارانتی و 1,000,000 کیلومتر گارانتی که مردم برن سمت این ماشینا. اینم همون ماشینه با رنگ مختلف. یه رنگ کروم مانندی داره بچه، یه کروم زرد همچین چیزی. این رنگش خیلی قشنگه خدایی. اینجا یه ماشین دیگه دارن، همون اومادا هست، شرکت اومادا، رنگ مت بلک خود شرکته. خیلی بزرگه این. قیمتشون نمیدونم، میپرسم بهتون میگم. و عجب چیز خفنی این یکی. اینم اگزوزاش واقعیه بچه، اگزوزاش فیکه. به هیچ جا بند نمیده این اگزوزا، فیکه بچه، ولی باز خوشگلی میده به ماشین. رنگ مت بلک. بشینیم توش بریم داستان چیه. سیستم صوتی سونی اگین بچه. و اینا فکر کنم از مرسدس دزدیدن گذاشتن اینجا. تنظیم صندلی مال مرسدس، مطمئنم که میدونین این شیپو، ولی گذاشتم واسه این ماشین. سیستم صوتی سونی و اینم داخلش خیلی فضاییه. نمیدونم از چه ماشینی الهام گرفته، ولی این دکمه که اینجاست و این کنسول وسط مثل مرسدس بازم. و این کاپ هولدرها تقریبا همه چیش مال مرسدس، ولی اسمشو گذاشتم ماشین اومودا C7. دکمه اینم نمیدونم کجاست. نمیدونم چرا دکمه های ماشینا معلوم نیست کجاست بچه. دکمه ماشین نمیدونم کجاست. خیلی عجیبه. دکمه هاش کجاست این ماشینا من نمیدونم. ولش کنیم بچه، اصلا روشنش نکنم. اینم اسکرین بزرگ. اینم مال GLE مرسدس GLE 400 دیزل بچه. دیده بودم اونم برداشتن گذاشتن روی این. حالا همه چیش واسه ماشینای مختلفه، همه تو هم دیگه شده ماشین چینی اومودا C7 بچه‌ها. یعنی باز خوبه، ماشین خیلی با کیفیت و چرم و سانروف و هیچ چیز هم ماشینای خفن کم نداره. و قیمتش هم پرسیدم بچه‌ها، قیمت 1,000,000 رنده. 1,000,000 رند یعنی 5 میلیارد پول این ماشینه. با 1,000,000 رند بچه‌ها خیلی انتخابا میتونین بکنین تو ماشینا و فکر نکنم کسی سمت چینی اصلا بره. ولی مردم اینجا، این دوستمون هم گفتش که واسه ماشین چینی میرن، یعنی خرید فروش میکنن، ولی اون قیمت پاییناش یعنی 350,000 400,000 سمت 1,000,000 اصلا کسی نمیره. خب بچه بریم شرکت‌های دیگه هم ببینیم، ماشینای چینی و هولو و چری و برندهای دیگه. با من همراه باشید. خب بچه
همین روبروی جیکو یه برند دیگه به نام هول هستش که اینا ماشینای چینی میفروشن. بریم قیمتاش چجوریه و کیفیتش اگه با اون فرق داره یا نه. با من همراه باشید. خب یه هول پی 300 که باکی هم هستش، یعنی همون پیکاپ. اینم یه هول دیگه، بزن اسمشو ببینم چیه و قیمتش هم آخرش میپرسم ازشون. این هول H6 هست بچه‌ها، یعنی همون H6 قول خودمون. بزنیم بشینیم داخلش. خب بچه‌ها اینم ماشین H6 هول، ماشین چینی هستش. تو داخل همه چی کم ولی کیفیت کمتری نسبت به جیکو داره. اینجا چم، فرمون چم، اسکرینش کیفیت خوبی داره ولی تاچش خیلی در و داغمه. تاچش خیلی سخته، یعنی سنسیتیو نیستش بچه‌ها که باید محکم باش کار کرد. اینم اسکرینش که نوع هنوز برچسبش هم نکندن. سیستم صوتی ادوانس داره و همین دیگه. نمیدونم در مورد این ماشین رو باید چی بگم، چه توضیح کاملا بدم. سانروف داره، پانورامیک سانروف. اینم دندشه بچه‌ها، دنده اتوماتیکشه که این مال هیوندای است، نمیدونم اگه دیدین، و رنج روور که گذاشتنش واسه ماشین هول H6. همین دیگه، آپشن خاصی نداره، همه چیش لدر رو. ولی با این حال نکردم، کیفیت اون جیکو خیلی بهتره. این هم سیستم صوتی شو اینا دیگه. اینا جای انگوش اینجا میمونه، خواهی تمیز کنی. این صندوقشو ببینیم، یکی دیگه اونور هستش. این جلوشه، خیلی ترتمیز. این هم یکی دیگه است. این یکی هول H6 هایبریده فکر میکنم. آره این یکی ورژن هایبریدشه بچه، برق و بنزین با هم دیگه. اینم پشتش هم خیلی قشنگه، مثل اینجا نمیدونم شما یاد چی میندازه ولی اینجا منو یاد لکسوس میندازه. این طراحی از لکسوس گرفتن بچه. صندوقش هم باز کنیم ببینیم چقدره. اینم صندوقشه بچه، اتوماتیک باز میشه، بزرگ و اینا. زاپاس هم که هست کردن، زاپاس نداره این ماشینا، فقط تنظیم باد و آچار و این چیزا رو داره. خبری زاپاس نیست که ماشینای آلمانی هم همینطورن. اونا دقیقاً ماشینای جدید آلمانی و ژاپنی هم هست کردن. این طرف اومده وایساده اینجا میخواد ما رو کمک کنه. بریم مثلا قیمتش رو بپرسیم و قیمتش رو بهتون بگم چقدره بچه. با من همراه باشید. 600K. نه یه مدل پیکاپ ماشین چینیه، P300 بود اسمش فکر میکنم، P300 هول. و اولین پیکاپی هستش که من میبینم بچه سانروف داره. بذاریم بشم داخلش ببینم داستان چیه. این اولین پیکاپیه که من دیدم روش سانروف داره بچه. نمیدونم روی پیکاپ چرا سانروف گذاشتن. این چینی ها همش دنبال خلاقیت و اینان. یه سانروف خیلی کوچولو هم داره، سمال. اینم اوکی. اینو میدونم برای چه ماشینی. این برای فورد رپتور فکر کنم بچه‌ها، مطمئن نیستم باز، ولی دندش مثل اینکه مال فورد رپتوره. اینم فرمون مرسدسه. این لوگوش هم که برداشتن ببین. آره این پایینش هم که دیدم بچه، این فرمون مرسدسه، مرسدس A کلاس برداشتن، لوگوش هم حذف کردن و با هم دیگه چسب زدن و گذاشتن روی ماشین. ولی باز خوب کار کردن بچه‌ها. اسکرین خیلی خفنی داره اینجا و اسکرین تاچ. بذارین روشنش کنم. کلیدش مثل اینکه داخل باشه، روشن نمیشه. آره همونطوری که حد زدم. ولی باز خفنه. ولی قیمتش اصلا نمیارزه که اصلا آدم ماشین چینی اینجا بخره. میگه واسه ژاپنی و آلمانی و کیفیت عشق میکنه. چه دیگه بریم اون شرکت چریه که تو ایران خیلی معروفه و یکی دیگه هم بغلش هست اسمش جتوره، اونم چک کنیم و بریم یه نمایندگی‌های دیگه بچه آلمانی ژاپنی اونا هم چک کنیم و تصمیم بگیریم که ماشین چی بگیریم. خیلی خسته‌ام، یه چیزی هم بخورم تو راه، ولی بریم اینو تمام کنیم. احتمالاً با ماشینمون میریم یه چیزی میزنیم با هم دیگه. با من همراه باشید. خب بچه‌ها اینم هول جی تی هستش، دوربین جلو داره و
اینجا کربن کار کردن همونطور که میتونید ببینید. بریم داخلش هم چک کنیم ببینیم چجوریه. این نورا خیلی خفن اینجا گذاشتن و این مدل اسپورت حول بچه‌ها، همین حول H6 داشتیم نگاه می‌کردیم، اسمش H6 GT، پشتش کربن فایبر کار کردن. من نمیدونم واقعیه یا نه. کامرامن کام here show this carbon fiber here. It's so satisfying. Yeah, it's a carbon fiber and small wings here, small wings there بچه‌ها. و اگزوز هم مثل این که داره، بذاریم ببینم اگزوزش واقعی یا نه. خب اگزوزش هم الکیه، بیخیال. نمیخوام خراب کنم این شرکت رو بچه، ولی خدایی من اصلا تو ماشین چینی نیستم، فقط اومدم به شما نشون بدم که بگم اینجا بازار چینی هست، یعنی واسه ماشین و طرفدارم زیاد داره. خب بذارید داخلش رو ببینم. این کیفیت اینجا که کار کرده رو خیلی دوست دارم، خیلی خفنه. جیره مثل مرسدس ای کلاسه و اینم کربن فایبر مثل مدلای AMG و توش مثل همون H6 فقط موتورش طرف گفتش که 2 لیتره، ولی موتور اون یکی که بهتون نشون دادم بچه‌ها 1.5 لیتره، ولی این 2 لیتر اسپورت. اینم صندلیاشه که زده GT و فرمون اسپورت. اینم H6 اینجا GT و آره همین. بریم شرکت‌های دیگه هم ببینیم بچه‌ها. یه ماشین دیگه هم هست اونجا، الهام گرفتن از جیپ بچه‌ها. برامونم بهتون نشون بدم و اسمش تانکه. بریم نشونتون بدم و بریم سمت چری و جتور. با من همراه باشید. رینگ رد هم داره اینجا بچه. قیمت اینم پرسیدم، گفتش قیمت این 650,000 رنده. مدل اسپورت 2 لیتر حول H6 GT هستش. گفت سفت و سرش هم 6 و 7 هست، 6.7. رینگاش مدل دیگه همین حول هست بچه ها، اسمش تانکه، همین که بهتون گفتم الهام گرفته از جیپ. توش هم تقریبا شبیه اون یکی ها، سانروف داره و همین دیگه. توش هم چرم، پشتش هم که دقیقا مثل جیپ درست کردن. تانک 300 اسمش بچه ها. یه فرمون یه زاپاس هم داره اینجا، ببخشید نه فرمون نه تایر. فوروید، موتورش 2.4 لیتر هست، 2 لیتر و 4 GWM تانک. همونطوری داشتم میگفتم موتور 2.4 لیتر، فوروید، همه چی شبیه جیپ. قیمتش هم بچه 1,300,000 رند هستش که یه چیز دیوونه باریه خریدن این ماشین واسه این قیمت. فکر کنم جیپ هایی که اینجا حتی صفراش، یعنی همون جیپ معروف که واسه آفرود و ایناست، بهتون اونم نشون میدم. اسم جیپ، اون جیپ ها رو یادم رفته اسمشو، برای همین اسمشو نمیگم، ولی حتما بریم شرکت جیپ و نشونتون میدم کدوم ها رو میگم. ولی مطمئنم قیمت اونام بین 900 800 1 میلیونه. شما اونو انتخاب میکنید یا تانک چینیو، بهتون نشون میدم همه رو، بعد میتونید انتخاب کنید. تو کامنت ها به من بگید. ولی خیلی لاکچری کار کردن رو اینا دیگه، خیلی لاکچری و همه چیش عالی، بسیار بسیار ترتمیز. اونم اسکرین مرسدس گذاشتن اونجا، همونطوری که گفتم دنده رپتور و سقفش نمیدونم سانروف چی هستش، چه مدل ماشینی. اوکی بچه، بریم شرکت های دیگه هم نگاه کنیم. خب بچه اومدیم یه شرکت دیگه، اینجا ماشین چینی میفروشن، اسمش جتور هستش. خب بریم ببینیم جتور چی داره برای ما. اینم جتور درش چجوری باز میشه. رنج رووری باز میشه درش بچه، در رنج رووره. توش خیلی قشنگه بچه، توش خیلی خفن، همه چی عالی. اینم دنده رنج روور نیستش، دنده مثلا که خودشونو کار کرده. فرمون مرسدس هم که دارید میبینید و همه چیش مرسدس اینجا. فرمون مال ای کلاس CLA و ای کلاس و GLE فرمون اونه. این اسکرینی هم که اینجا دارید میبینید بچه مال ای کلاس GLE و
مدل‌های مختلف مرسدسه، ولی این خیلی حس خوبی میده این ماشین. نمیدونم، یه حس خوبی دارم ازش میگیرم. یعنی جتور خیلی دوست دارم، بهتر از اون اومودو، اون یکی برند اسمش بود هول هستش، خیلی با کیفیت تره بچا. توش تام چرم، پانورامیک سانروف بچا و شارژر وایرلس داره اینجا. خیلی خفنه بچا. قیمتش هم گفتش که 450,000 رنده. نسبت به اون یکی‌ها باز نزدیک همن. همون چیزی که گفتم بچا، قیمت‌ها اینجا خیلی نزدیک هم هست و انتخابشون خیلی سخته. انتخاب ماشین تو این کشور خیلی 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 سخته بین بازار چینی، ژاپنی و آلمانی. و به شخصه سمت بازار چینی خودم نمیرم و سمت ژاپنی و آلمانی میرم. یعنی میخوام انتخاب کنم که کدوم رو انتخاب کنم بین ژاپنی و آلمانی، که اون همه رو بهتون نشون میدم. قراره بریم همه نمایندگی رو با هم دیگه ببینیم و اینجا ماشین نداشتن خیلی سخته بچا. یعنی بعد من همش راه میرم، اتوبوس میگیرم، هم داره سرویس میشه، همین بعد سریعا ماشین رو بخرم. خب بریم جلو عقبش هم نشون بدم و فکر نمی‌کنم اصلا نیاز باشه که چری بریم، ولی میرم باز یکی دو تاشو بهتون نشون میدم. با من همراه باشید. خب بچه اینم چری هستش. نمیدونم دقیقا چه چری هست، اسمش الان نیاب کنم بهتون میگم، ولی دکمه استارت های این ماشین من واقعا نمیدونم کجا گذاشتن، پیداشون نمیکنم، ولی مهم نیست. کیفیت خیلی خوبی داره. چری هم انتظار نداشتم که اینقدر کیفیتش خوب باشه. ایمبیدنت لایتینگ داره و داشبورد کربن، سیستم صوتی، فرمون چم مثل ماشینای دیگه چینیای دیگه دیدیم الان. و اصلا روف نداره، اونم یه آپشن اگه بخوایم پول میدین اد میکنم براتون. قیمت این ماشینم 350,000 تاست. این بیرونش هم بهتون نشون بدم. موتور اینا بچه همشون 1.5، یعنی تقریبا همه ماشینای چینی که الان دیدیم موتوراشون همشون 1.5 لیتر توربوه. خیلی عجیبه چرا موتور انقدر ضعیفه واسه ماشین به این بزرگی. اینم که الان دیدیم بچه، اون قیمتی که گفتم 350,000 نسخه نرمالش هست. این نسخه هایبریدشه، هم پترول هم بنزین و هم برق. قیمت 600,000 رنده. 600,000 هم پول این ماشینه. شما باشین پول اینو میدین 600,000، اینم روخشه. بچه هوام که خوب شد، اینجا هواش خیلی خفنه بچه. همین الان داشت بارون میاد ولی نگاه کنید هوا آفتابی شد، از اون آفتاب داره میزنه بیرون. خب بچه ماشین چینی هم دیدیم، 4 تا شرکت رفتیم، چری، جتور، اومودو و هول. همه رو دیدیم. بیشترین طرفدارا رو داره ماشینای چینی اینجا تو این برند، این 4 تا برند. ولی من اصلا طرفدار ماشینا نیستم. ماشینای چینی به خاطر این قیمتاشون اصلا فیر نیست به نظر من. مثلا اگه بخوای مثلا 500,000 پول بدی واسه چه ماشین چینی سوار باشی وقتی میتونی ژاپنی و آلمانی سوار باشی. همین تصمیم گرفتم که الان برم شرکت‌های دیگه مثل مرسدس، مینی و بی ام دبلیو و ماشینای ژاپنی مثل تویوتا اینا رو هم چک کنم و تصمیم بگیرم کدوم بهترینه که بگیرم. بعد بچه‌ها من تست درایو اینجام نگرفتم، یعنی نگرفتم که رانندگی کنم باش، خاطر اینکه اصلا ماشین چینی دوست ندارم و فکر نکنم اصلا باید سمتشون برم که بخرمشون. اینجا دلیلی که اومدم اینه که به شما نشون بدم که ماشین چینی اینجام طرفدار خودشو داره. با من همراه باشین، بریم کمپانی‌های دیگر هم چک کنیم و تست درایو و ماشینمون رو انتخاب کنیم. Let's go بچه‌ها.